سلام دوستان، خوشبختانه این دفعه موضوع زخم دیابت نیست. یک آقایی تشریف آورده بودن از پاشون مراقبت کنن. از این موضوع خوشحال شدم، تصمیم گرفتم فیلمش رو براتون تهیه کنم. پاهاشون رو معاینه کردم، نبضا رو چک کردم، لای انگشتا رو از نظر قارچ بررسی کردم، پوست پا رو از نظر خشکی و شکنندگی. در آخر دیدم ناخن‌های خشک، شکننده چند لایه و مستعد قارچ دارن. تصمیم گرفتم ناخن‌هاشون رو با کراتو ریمووال مرتب کنم. اینجا هم از بالا براتون فیلم گرفتم. با روند کار آشنا بشین. با چند نوع ناخونا رو یک دست کردم. در اتمام کار پا رو با شوینده مناسب پای دیابتی شستشو دادم و با سرم شستشو آبکشی کردم. در حال خشک کردن پا بودم، برق مملکت قطع شد. در بیبرقی ادامه دادم. یکی از همکارا با نور موبایل به من کمک کرد. با روغن مخصوص پای دیابتی پا رو چرب کردم. اینم نتیجه کار. لطفاً منتشر کنید و به دیابتی‌ها یادآوری کنید از پاشون مراقبت کنن.